اگه تو سال 1404 هنوز حس میکنی کسی نمیفهمتت، این ویدیو رو تا آخر ببین تا راز ذهن آدمای تنها رو بفهمی. آدما معمولاً دوست ندارن این رو قبول کنن، ولی تنها موندن همیشه یه اتفاق تصادفی نیست. خیلی وقتا پشت تنهایی یه سری الگوهای فکری و روانی تکراری قایمه. طرز فکرایی که باعث میشن ساختن یه رابطه واقعی تقریباً غیر ممکن بشه. این ربطی به درونگرا بودن یا خجالتی بودن نداره. موضوع خیلی عمیق‌تر از این حرف است. اگه یکم دقیق تر بشیم میفهمیم روانشناسی دقیقاً چی میگه درباره اونایی که تهش حتی وقتی خودشونم نمیخوان تنها میمونن. اول از همه یه الگوی مشترک بین بیشترشون اینه که تعاملات اجتماعی رو زیادی تحلیل میکنن. یعنی مثلا یه گفتگو که تموم میشه تو ذهنشون 100 بار مرورش میکنن. کلمه به کلمه بررسی میکنن که چی گفتن، چطور گفتن، بقیه چی فکر کردن و مدام نگرانن که نکنه اشتباه به نظر رسیده باشن. این از یه جور خودآگاهی افراطی میاد. یعنی مغزت مدام در حال چک کردنه که بقیه در مورد چی فکر میکنن. شاید از بیرون باهوش به نظر برسه، ولی توی رابطه ها مثل سم عمل میکنه. چون وقتی زیادی درگیر تحلیل باشی نمیتونی خودت باشی و بقیه اون تنش درونی رو حس میکنن. احساس میکنن یه دیواری بینشون و توه، حتی اگه داری سعی میکنی نزدیکشون شی. تو سرد نیستی، فقط ذهنت تو حالت تحلیل گیر کرده. به جای اینکه با آدم‌ها ارتباط بگیری داری تحلیلشون میکنی. اما یه ویژگی دیگه هم هست. تو تحمل رفتارهای فیک رو نداری. خیلی زود میفهمی کی داره نقش بازی میکنه، کی داره جلب توجه میکنه. بهش میگن درک اجتماعی بالا. و معمولاً توی آدمایی دیده میشه که هوش هیجانی پیشرفته تری دارن. ولی خب روی تاریکش هم اینه که وقتی پشت رفتار بقیه رو میفهمی دیگه نمیتونی تظاهر کنی خوشت اومده. نمیتونی چاپلوسی کنی یا الکی لبخند بزنی. و تو دنیایی که بیشتر رابطه ها روی تعارف و تایید سطحی میچرخه، این واقعی بودن تو باعث میشه از بقیه جدا شی. تو بی‌ادب نیستی، واقعی. ولی واقعی بودن حال بعضیا رو بد میکنه. سکوتت رو غرور میبینن، استقلالت رو تکبر و بی‌علاقگیت رو بی‌احترامی. برای همین ازت فاصله میگیرن، نه چون سردی، بلکه چون بودن کنار تو باعث میشه گرمای خودشون مصنوعی به نظر بیاد. حالا بریم سر الگوی سوم، خودکفایی احساسی زیاد. بیشتر دوستی ها با احساسات و نیازهای مشترک شکل میگیرن. اما آدمایی که رفیق کم دارن معمولاً یاد گرفتن احساساتشون رو خودشون مدیریت کنن. مشکلاتشون رو تنهایی حل میکنن، کمتر کمک میخوان، کمتر نیاز نشون میدن. به این تو روانشناسی میگن اتکای عاطفی به خود. روی کاغذ قشنگه، اما توی عمل تنهات میکنه وقتی هیچ وقت سفره دلتو باز نمیکنی. بقیه حس میکنن لازم نیست کنارت بمونن. تو اونا رو پس نمیزنی، فقط جایی براشون باز نمیکنی که حس کنن مهمن. تو سرد نیستی، فقط زیادی توی خودتی و برای خیلیا قابل نفوذ نیستی. چهارمین ویژگی رد کردن ذهنیت گله‌ایه. آدمایی که تو رفاقت موندگار نمیشن معمولاً فردگرایی بالایی دارن. یعنی دنبال تایید جمع نیستن. از رفتار بقیه تقلید نمی‌کنن و برای جا شدن توی جمع خودشون رو عوض نمی‌کنن. روانشناسا بهش میگن همرنگی اجتماعی پایین. این ویژگی باعث میشه خاص باشی، ولی خب خاص بودن همیشه یعنی تنها بودن. تو مستقل فکر میکنی، رک حرف میزنی و چیزایی رو زیر سوال میبری که بقیه کورکورانه قبولش کردن. ولی یادت باشه صمیمیت از شباهت‌ها ساخته میشه، نه از تفاوت‌ها. وقتی همه میخندن تو داری شوخی رو تحلیل میکنی. وقتی همه موافقن تو میپرسی چرا؟ این صداقت درونی قشنگه، ولی خب گاهی هزینه‌اش تنهاییه. بریم سر آخرین الگو، مشکل در بدبستون احساسی. بعضیا تو دوستی واقعا افتضاحن. نه چون احساس ندارن، بلکه چون بلد نیستن احساسشون رو نشون بدن.
منطقشون رو قوی بلدن ولی صمیمیت رو نه. میدونن چطور کمک کنن اما بلد نیستن بگن دوستت دارم یا دلم برات تنگ شده. روانشناسا به این میگن ناتوانی در ابراز یا تشخیص احساسات. تو اهمیت میدی ولی جوری که بقیه نمیفهمن و همین باعث میشه ذهنت تحسین بشه ولی دلت لمس نشه. احساس داری اما تا بیای نشونش بدی تایمش گذشته. حقیقت اینه آدمایی که تنها میمونن رفیقاشونو یه شبه از دست ندادن، کم کم از دست دادن، با جواب ندادن به موقع، با کم ابراز کردن، با تظاهر نکردن توی دنیایی که پر از تظاهره. زیادی متفاوتن برای دنیایی که روی سر و صدای احساسی میچرخه. اما اینجا یه نکته مهمه. رفیق نداشتن یعنی تو مشکلی نداری. فقط یعنی ذهنت حقیقت رو از تعلق داشتن بیشتر دوست داره. تو نمیتونی سطحی ارتباط بگیری. نمیتونی نقش بازی کنی فقط برای اینکه تو جمع جاشی و برای همین تنها میمونی. نه چون کسی نمیفهمتت، بلکه چون کمتر کسی ظرفیت درک کردنت رو داره. تو لازم نیست خودتو عوض کنی، فقط باید خودتو بهتر بشناسی. وقتی بفهمی این ویژگی ها چطور روی رابطه ها تأثیر میذارن، دیگه نمیگی چرا رفیق ندارم، میگی همه ظرفیت کنار اومدن با منو ندارم. اگه واقعاً میخوای ذهنتو بشناسی، خوش اومدی به دنیای خودشناسی. اینجا از انگیزش سطحی حرف نمیزنیم. از روانشناسی واقعی حرف میزنیم. روانشناسی که واقعیت رو میکنه، حتی اگه شنیدنش راحت نباشه. راستی، کدوم ویژگی باعث شده تو تنها بمونی؟ پایین کامنت ها بهم بگو و این ویدیو رو با بقیه به اشتراک بذار.